حالا قیامت پرونده اعمال ما رو که نشون میدن، پشت پرده دیده آقا گاهی پشت صحنه نشون میدن، قیامت فیلمای ما رو با پشت صحنهش نشون میده. میگه تو امام زمانو هفته به هفته یادت رفت، ولی هر جا هر خیری رسید پشت صحنه رو که نشون میدن میبینی امام زمان کارو کرده که به من شما برسه. به عظمت الله و بزرگی امام زمان قسم، هیچ خیری به ما نمیرسه الا برکت امام، هیچ شری از ما دفع نمیشه الا برکت امام. پشت پرده اعمال ما رو نشون بدن. میبینیم اون روز که ماشینت خراب شد قرار بود با ماشین بری زیر تریلی، ماشین خراب شد، امام زمان دستور داده بود این عالم دستشه، مدیر عالمه و بابای ما دلسوزه. دلسوزیش هم با بابای ما فرقش اینه که باباهای ما هم دلسوزن بابا ننمون، ولی علم امام زمان و دلسوزی امام زمان که گاهی دلسوزیشون غلط از آب در میاد. امام زمان حالا ارو محبت ولو، امام زمان که اینطوری نیست، از سر علم محبته، خطا نداره. پشت صحنه رو نشون میدین، بعد در روایت هست من میام سر بازارها شما رو میبینم شما من نمیبینید. ما امام زمان خیلی ندیدیم و ندید گرفتیم.